درود بینندگان ارجمند، سلسله برنامه انسان و حقوق است. چون همیشگی مهمان خاندان شما. موضوع امروزه برنامه تنظیم حقوقی فعالیت اقتصادی در جمهوری تاجیکستان است و در مهمانی برنامه حضور دارند سبحان علی میرزایف، نامزد علم‌های حقوق شناسی، ددسن، آموزگار دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید. سلامت باشید. اساس‌های حقوقی اقتصادی جمهوری تاجیکستان را چی تشکیل می‌دهد؟ تشکر زیاد. باید قید نمود که وقتی که سخن درباره تنظیم حقوقی مثبت و اقتصادی می رود، سخن درباره یکی از حقوق‌های اقتصادی انسان و شهروند می رود که به واسطه در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر گردیده است و اساسی کنستیتوسیونی نیز دارد. و باید قید نمود که در برابری دیگر حقوق‌ها به مانند حقوق‌های سیاسی، حقوق‌های اجتماعی، حقوق‌های شخصی و حقوق‌های فرهنگی، حقوق‌های اقتصادی به واسطه تنظیمگری در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تنظیم خویش را یافتند. از جمله در ماده 5 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر گردیده است که انسان و حقوق و آزادی‌های او ارزش عالی دارند و دولت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را حفظ، رعایت و کفالت می‌دهد. تنظیم حقوقی فعالیت اقتصادی که یکی از نمودهای آن فعالیت صاحبکاری است. مشغول شدن به فعالیت صاحبکاری است. این البته یکی از رکن‌ها و یکی از سمت‌های سیاست دولتی اقتصادی مملکت به حساب می‌رود. اساسی گفته‌های ماده 5 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان میباشد که به واسطه در ماده 5 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر شده است و تنظیم گشته است. و دیگر مسئله که می‌خواهم وابسته به اساس‌های حقوقی اقتصادی جمهوری تاجیکستان ابراز اندیشه داشته باشم، در زمینه ماده 5 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان امروز در ماده 12 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مخصوص به حقوق آزادی اقتصادی صاحبکاری مقرر گردیده است، پیش بینی شده است. و البته در ماده 12 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر می‌گردد که اساس‌های اقتصادی جمهوری تاجیکستان شکل‌های گوناگون مالکیت تشکیل می‌دهد. دولت فعالیت آزاد اقتصادی، صاحبکاری، برابر حقوقی و حفظ همه شکل‌های مالکیت از جمله مالکیت خصوصی را کفالت داده است. و ببینید که از به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان توجه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوص نه تنها به مالکیت دولتی بلکه در ماده 12 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر می‌کند که دولت حتی مالکیت خصوصی را نیز کفالت می‌دهد. و دیگر اساسی حقوقی تنظیم فعالیت اقتصادی این سندهای بین‌المللی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌روند. ببینید که امروز وقتی سخن درباره حقوق‌های اقتصادی انسان و شهروند می‌رود، حتی در سطح بین‌المللی اعتراف شده‌اند، یعنی اعتباری بین‌المللی دارند. و یکی از سندهایی که مسائل حقوق اقتصادی را به تنظیم می‌دارد، این البته اعلامیه عمومی حقوق بشر میباشد که 10 دکبر سال 1948 قبول گردیده است. و دیگر سند بین‌المللی که مخصوص به حقوق اقتصادی بسته می‌شود، این پیمان بین‌المللی باید به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسته می‌شود. و در این جمله خواهم یک نقطه مهم را ابراز اندیشه نمایم و به سهم بیننده رسانم که یکی از برتری‌های کنستیتوسیا در سمت حقوق اقتصادی که از سندهای بین‌المللی بالاتر می‌استد، عبارت است و بالاتر می‌استد. مثلا امروز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تمام آن حقوق اقتصادی که در اعلامیه عمومی حقوق بشر مقرر شده‌اند به تنظیم می‌دهد و حتی حقوق‌های را مقرر می‌کند که در پیمان بین‌المللی اوید به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که خصلت خصوصیت اقتصادی دارد مقرر نشده است. از جمله ماده 32 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که در آن مقرر می‌گردد که انسان و شهروند به علاوه به حقوق اقتصادی اینچنین حقوق به مالکیت و میراث دارد. و ببینید که امروز شهروندان در ماده 32 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اینچنین حقوق به مالکیت و میراث دارند و حتی در سندهای بین‌المللی این مقررات وجود ندارد. باید قید نمود که به خاطر باز مستحکم نمودن حقوق مالکیت و میراث در ماده 3 کدکس گراجنانی جمهوری تاجیکستان که البته از 1 ایولی سال 2020 البته تحت عنوان کدکس مدنی قبول شده از مورد عمل قرار میگیرد، یکی از پرینسیپ های دخالت‌پذیری مالکیت مقرر گردیده است. و ببینید که دخالت کردن به مالکیت شخص این یکی از پرینسیپ های گراجنانی حقوقی است و دخالت کردن باعث ویران گردن معیارهای قانونگذاری گراجنانی می‌رود.
و سیوم نوبت این اساسی حقوقی اقتصادیاتی مملکت این یک چند قانون ها و کودکس ها است. به مانند کودکس اندازی جمهوری تاجیکستان، کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان، کودکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان که چخیلی که گفتیم از 1 ایولی سال 2023 البته مورد عمل قرار میگیرد تحت عنوان کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان، کودکس مرافعه گراجدانی جمهوری تاجیکستان، کودکس مرافعه اقتصادی جمهوری تاجیکستان و قانون های جمهوری تاجیکستان درباره دستگیری دولتی، صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان، درباره انرژتیکا، درباره نقلیات و دیگر چند قانون های هست که امروز به واسطه اساسی حقوقی مثبت اقتصادی رو در جمهوری تاجیکستان تنظیم میکنه. سلامت باشید. نقطه نظر شما وابسته بر رشد اقتصادی ملی و سرچشمه های آن چگونه است؟ تشکر زیاد. یکی از اساس های رشد اقتصادی ملی باید فراموش نکرد و قید نمود که این به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است. یعنی 9 سپتامبر سال 1991 و ببینید از سالی که جمهوری تاجیکستان امروز البته 31 سال میشه ما صاحب استقلال هستیم، زینه به زینه در همه سمت‌های گوناگون رشد اقتصادیات ملی رشد کرد. در دیگر پهلوی حقوقی رشد اقتصادیات ملی این قبول گردیدن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که همچون قانون اساسی دولت 6 نوامبر سال 1994 می باشد که ببینید اولین مرتبه در تاریخ دولتداری ملی ماده علایده یعنی ماده 12 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مخصوص به فعالیت اقتصادی، تنظیم فعالیت صاحبکاری و حفظ نمودن شکل‌های مالکیت از جمله مالکیت خصوصی مقرر گردید. و دیگر پهلوی رشد اقتصادی ملی که اساسی حقوقی دارد قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی مشترک سال 1997 قبول کردیم. امروز ببینید که ما از سر جنگ شهروندی را سپری کردیم و البته با تلاش‌های پیشوای معظم ملت محترم علی رحمان وضع سیاسی به اعتدال آورده شد و هدف دولت حکومت جمهوری تاجیکستان راهبریت عالی کشورم این یکی از هدفش استوار نگاه داشتن رشد اقتصادیات ملی بود. به همین خاطر دولت حکومت با خلاصه اومدن که قانون جمهوری تاجیکستان درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی رو قبول نمونه. برای چی؟ برای اینکه پس از جنگ شهروندی و در جریان جنگ شهروندی چقدر کارخانه‌های ما از کار ماندن، کارناش‌های هم شدن و دولت به خلاصه اومد که صاحبکاری هست، شهروندان است که امروز مبلغی کافی دارند و بگذار کارخانه‌ها رو خصوصی کنند، صاحب جاهای کاری نو می‌شود، رشد اقتصادیات ملی فعالیت صاحبکاری رشد میکند و غنی گرداندن بودجه دولت برآورده میشه، یعنی اندوه سپرده میشود و این دیگر پهلوی مسئله رشد اقتصادیات ملی است. و از همه مهمتر بعداً زینه به زینه از جانب دولت حکومت جمهوری تاجیکستان براه ماندن 4 هدف استراتژی است که این هم باشد به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی، رهایی یافتن از بنبست کمونیکاسیونی، امنیتی عضوقواری و صنعت کنونی اقتصادیات کشور می باشد. و امروز ببینید که از لحظه به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دولتی که باید قید نمود که به ساحه انرژتیک توجه نمیکنه و دولت رشد اقتصادیش پیشرفته نیست. همه دولت دنیا به ساحه انرژتیک توجه خاصه دارد و جمهوری تاجیکستان نیز به این سمت از دوره آغاز صاحب استقلالی توجه خاصه دارد و ببینید که یک چند نیروگاه‌های خردی بزرگ میانه ساخته به استفاده داشتن و یک چند تجهیزات‌های هیدروانرژتیکی از نو تجدید نظر شدن، خطهای برقی جمهوری تاجیکستان تجدید نظر شدن. این هم یکی از رکان‌های رشد اقتصادیات ملی است و در این زمینه میخوام من یک نکته دیگر رو قید کنم که البته در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وابسته به سمت‌های داخلی و خارجی که 23 دکبر سال 2022 ارائه گردید، پرزیدنت کشور مخصوص وابسته به سوی انرژتیک ارائه نمودند، نقطه‌های مهم رو بسیار ارزیابی کردند و قید کردند که 98% استحصال نیروی برق این از نیروگاه‌های برقی آبی استحصال می شود و در نتیجه ما با انرژی سبز توجه کرده گفتم و ما یکی از کشورهایی هستیم که واقعاً انرژی سبز را تولید میکنیم. امروز تنظیم دولتی اقتصاد ملی در کدام سطح قرار دارد؟ وقتی سخن درباره تنظیم دولتی اقتصاد ملی می رود، مقصد این
شرایط فراهم آوردن فعالیت اقتصادی است، فعالیت صاحبکاری است. و یک نقطه رو باید قید نمود که امروز در علم ساحه حقوق شناسی، ساحه اقتصادی دو جمله، دو نقطه مهم چرخ میزنند. یعنی اینها سیاست اقتصادی دولت و تنظیم اقتصادی دولت به حساب میروند. اینها از یکدیگر با کلی فرق دارند. وقتی که درباره سیاست اقتصادی دولت ما حرف میزنیم، این توجه دولت حکومت جمهوری ترکستان به رشد اقتصادیات، به دستگیری دولتی، فعالیت صاحبکاری است و مسئله مذکور وابسته به سیاست دولتی اقتصادیات در حجت‌های مخصوص این مقرر می‌گردد. مثلا در پیام‌های پرزیدنت بینید همه ساله ارائه می‌گردد و در یکی از پیام‌های پرزیدنت که 23 دکتر سال 2022 ارائه گردید، مثلا قید گردید که در جمهوری ترکستان تا سال 2022 339,000 سوبیکت‌های فعالیت صاحبکاری به قید گرفته شد و در همین زمینه چقدر دستور سپرش‌ها به خاطر دستگیری دولتی صاحبکاری می‌رود، این همش سیاست اقتصادی مملکت شهادت می‌دهد. یعنی که در انمو کنسپسیا برنامه‌های سمت اقتصادی صاحبکاری هر نقطه‌ای که وابسته به رشد اقتصادی وابسته به رشد صاحبکاری می‌رود، این البته در نظر داشته می‌شود سیاست اقتصادی دولت. وقتی که ما سخن درباره تنظیم دولتی اقتصادیات می‌رود، این فعالیت دولت رو در سیمای مقامات دولتی در نظر داریم. یعنی امروز اگر یک سمتی سپردن انداز ما گیریم، به خاطر تنظیمی و سری وقت سپردن اندازها مقامات انداز است، کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری ترکستان که همین سمت را نظارت میکنه. اگر در سوی انرژی گیریم، وزارت انرژی و صنعت جمهوری ترکستان، خدمات نظارت در سوی انرژی و همین مضمون قطعی تنظیم دولتی فعالیت اقتصادی به راه آورده می شود. دیگر شکل حقوقی تنظیم دولتی فعالیت اقتصادی این در سندهای معیاری از جمله سندهای قانونی و سندهای زیرقانونی مقرر کردن است. از قبیل کنستیتوسیون جمهوری ترکستان که ماده 12 است، کودکس و قانون ها، سندهای زیرقانونی باشد. امروز ببینید قرارهای حکومت جمهوری ترکستان، فرمانهای پرزیدنت جمهوری ترکستان وابسته به رشد اقتصادیات است، وابسته به دستگیری دولتی صاحبکاری است. این هم یکی از شکل‌های تنظیم دولتی است. و در اینجا دو نقطه مهم دیگر رو می‌خوام قید نمایم که به خاطر به طور باید شاید در چارچوبه قانونگذاری تنظیمی دولتی اقتصادیات ملی ما باید دو نقطه را قید کنیم که دو نمودی نظارت است، دو نمودی کنترل است. یکم این نظارت مقامات پروکراتورای جمهوری تاجیکستان است. این البته به همگان معلوم است که امروز مقاماتی که در اساس پرینسیپ کانستیتوسیون، در اساس پرینسیپی که در قانون کانستیتوسیون جمهوری ترکستان درباره مقامات پروکراتور آمده است، وظیفه یگانه مقامات پروکراتور امروز یگانه مقاماتی است که نظارت دقیق و یک خیله قانون ها را در جمهوری ترکستان از بالای تمام فعالیت مقامات دولتی چی خصوصی نوبسته شکل ملکیت براه میمونه، از جمله سمت اقتصادی. و دیگر شکل نظارت، نمودی نظارت، این نظارت ماموری است. نظارت ماموری البته از جانب مقامات های با صلاحیت براه مونده می شود. مثلا اگر در سمت نظام بانکداری گوییم، پرابلم های مسئله را، تنظیم مسئله را بانک ملی جمهوری ترکستان براه میمونه. اگر در سمت ساحه نقلیات گیریم، ساحه نقلیات که این هم یک سمت اقتصادیات است، تنظیم این مسئله را وزارت نقلیات جمهوری ترکستان براه میمونه. و در مجموع این مقامات های گوناگونی هست که امروز نظارت ماموری رو در جمهوری ترکستان به خاطر تنظیم فعالیت اقتصادی و صاحبکاری براه میمونند. با اندیشه شما همچون کارشناسی ساحه، دستگیری دولتی اقتصاد ملی امروز در کشور در کدام سطح قرار دارد؟ تشکر زیاد. باید قید نمود که توجه دولت و حکومت جمهوری ترکستان، خاصتا پرزیدنت کشور، اساسگزار سلطنت ملی، پیشوای معظم ملت به دستگیری دولتی اقتصادی از جمله صاحبکاری نظررس است، واقعا نظررس است. امروز ببینید که به خاطر دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری چند سال قبل با قرار حکومت جمهوری ترکستان 14 اکتبر روزی صاحبکاران اعلام گردید و در قانون جمهوری ترکستان درباره روزها این همچون روز عید به قید گرفته شده است، روزی کسبی صاحبکاران است و همه ساله پرزیدنت کشور 14 اکتبر با صاحبکاران، با فعالان ساحه اقتصاد وخوری ها میکند، فکر اندیشه صاحبکاران رو میگیرد و البته
از انمود دستگیری که صاحبکاران در رشد اقتصادیات ملی ما سهم دارن پرزیدنت کشور اظهار میناداری میکنه. ببینید که البته دولت و پرزیدنت هر وقتی که هر لحظه که بر تمامی منطقه‌های ترکستان سفر میکنه در اونجا یک دو یا سه تا صاحبکار در رشد یا که در بنیاد یگان کارخانه‌های صنعتی یا که در بنیاد یگان مکتب‌ها لیسی‌ها سهمگزار هستند و نقش ارزنده دارند. و دیگر مسئله که دستگیری دولتی صاحبکاری رو در بر میگیره باید قید نمود که با مقایسه با قانونگذاری شوروی اگر کنیم امروز در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اگر در کنستیتوسیای شوروی دولت فعالیت صاحبکاری اقتصادی رو تنظیم میکرد با خود میگرفت، امروز دولت فعالیت صاحبکاری در اساس پرینسیپ کنستیتوسیونی یعنی همون ماده 12 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با تنظیم میکرد، آزادانه کفالت میکرد. و امروز ببینید که دولت مقامات دولتی رو در این سند محدود میکند. مثلا ببینید اگر شخصی منصبداری که امروز با فعالیت قانونی صاحبکار مانع ایجاد میکنه طبق ماده 258 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای مانع شدن با فعالیت قانونی صاحبکاری جوابگری جنایتی مقرر شده است. اینا ما فکر میکنیم یکی از هدفها و یکی از نمود دستگیری‌های دولتی صاحبکاری به حساب میرود. و دیگر سمت دستگیری دولتی صاحبکاری از نگاه قانونگذار اگر ما ابراز اندیشه داشته باشیم این قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که خیلی که گفتیم در تاریخ دولتداری ملی اولین بار فعالیت صاحبکاری رکن‌های اقتصادی بازاری مقرر گردید و این نقطه رو باید قید نمود که تمامی اگر گرچند که اصطلاح اقتصادی بازاری در میاره کنسل مقرر نگرده باشد هم اما تمامی عنصرهای اقتصادی بازاری در ماده 12 کنسل جمهوری تاجیکستان تجسم شده است، مقرر شده است. و دیگر حالت این دیگر سندی که باعث دستگیری دولتی صاحبکاری میشد این قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره دستگیری دولتی صاحبکاری است از سال 2014 و دیگرش باشد این قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراتور اعلام کردن سنجش‌های فعالیت صاحبکاری. و یک نقطه مهم رو باید قید نمایم که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 16 مارت سال 2022 تا 1 فوریه سال 2023 تمام نمودهای فعالیت صاحبکاری سنجش فعالیت صاحبکاری مراتور اعلام شد که البته سپری شد. اینم من فکر میکنم 10 ماه رو در بر گرفت و اینم یکی از دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری به حساب میرود. دیگر نمودی دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری باید قید نمود که امروز ببینید در دوران صاحب استقلالی دولت حکومت جمهوری تاجیکستان 4 مرتبه در تحریر نو کدکسی انداز قبول گردید که اینم باشد سال 1998 2004 2012 و آخرین مرتبه ماه دکبر سال 2021 که از 1 ینوار سال 2020 مورد عمل قرار گرفت. و این مقصد قبول کردن کدکس انداز جمهوری تاجیکستان امتیازهای اندازی با مقصدی باز هم دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری می باشد که البته در کدکس انداز جمهوری تاجیکستان که از 1 ینوار سال 2022 مورد عمل قرار گرفته است حالت‌های مذکور امتیازهای اندازی و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان امروز وابسته به آزاد کردن از پرداخت‌های گمرکی است که اینا من فکر می‌کنم یکی از امتیازهای اندازی است، یکی از نمود سمت دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری به حساب می‌رود. سلامت باشید. بینندگان ارجمند، این بود برنامه انسان و حقوق که در موضوع تنظیم حقوقی فعالیت اقتصادی ملی در جمهوری تاجیکستان ما صحبت داشتیم با سبحان علی میرزایف، نامزد علم‌های حقوق شناسی ددسند، آموزگار دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان منظور شما گرداندیم. برای صحبت به شما اظهار تشکر میکنم. تا برنامه‌های من بعد در ارتفاع سعادت بمانید.